این ترانه بخشیده می شود از نام دخترک. به هشتم می خوندم که یک روز یک پسر با نام نوحیدین به صنف ما آمد. همین گونه شروع کرد این دختر. او بسیار یک جوانی شوخ و زنده دل بود. اون زمانها من که خیلی مشکلی و سختی های زندگی داشتم به کسی و چیزی اهمیت نمی دادم. آیسته آیسته او مرا دوست داشت، ولی من باشم به عشق او بی تفاوت بودم. بعد یک مدت وقتی که از مکتب ما به دیگر جا رفت و از من دور شد، بعدم فهمیدم که من هم او را دوست داشتم. خلاص او را یک مدت جستجو کردم و بالاخره یافتم. ما طریق تلفنی گاه صحبت می کردیم. من واقعی دوستش می داشتم. و همین که صنف 11 رو ختم کردیم و مادرش رو به خواستگاری فرستاد و مرا با همین فاتحه کرد. اون زمانها شادیم حد و کنار نداشت. من به عشق همون جایها باور کردم. 1.5 سال من در فاتحه او بودم و توی نشدم. خلاص یک روز به من زنگ زد و از روی حرفهای مردم فاتحه رو گرداند. اوه که اون روز خیلی سخت بود برای من. از یک طرف نزدیکان سرخم شدن و از طرف دیگر امروزها ما در خیال همیم، دور از هم و در قلب هم. نوحیدین عزیزم، میدونم که ولی هر یک دردی کشیدم مرا قوی تر کرد. 100 بار دلم رو شکستی و از خود دورم کردی، ولی همون و بیشمار امید برای یک جا شدن داشتم و همه سختی این مناسبت را ورم که در زندگی خوشبخترین انسان بشوی و دردهایی که من کشیدم را هیچگاه نکشی. اقرار می شوم که به تو زندگی برایم خیلی سخت است. در این 4 ماه جدایی هیچگاه حالم رو نپرسیدی. مرا نخواستی، شاید حق داری، ولی بدون که به تو نفسم بند می خورد. زندگیم روز به روز دشوارتر می شود. خیلی سخت است. همیشه بهانه‌های تو برای جنگ کردن و جدا شدن تیار بودن. گاهی کارم رو بهانه می کردی و گاهی ناباوریت را، ولی من همیشه وفادار در این عشق بودم. تا اون حدی که خیانت تو رو اگرچه سخت بود ولی بخشیدم. من سختی ها زیاد کشیدم، در بدری، بی پدری، تنهایی و بی پولی، ولی تو سخت‌تر از اون سختی ها دردم دادی. تو شانه نشدی که من سر مانم و فارغ از هر دردی باشم. صد افسوس عزیزم، وقتی که برای اولین بار پدر و مادرت رو دیدم شادیم حد و کنار نداشت که من در چنین خانواده مهربان کلین می شوم. گفته آرزو داشتم تا پدری تو رو پدر صدا کنم و با این کلمه برام ناآشنا آشنا شوم، اما همش را تو برباد دادی. تو اولین و آخرین عشق منی و تا ابد آن را بدون خیانت خواهم پرورید. من در این بدن پر از زخمم یک جان نیمکولا دارم و خلاص. اقرار می شوم که این همه سالی با هم بودن ها پر از خاطره بودن، ولی یک خاطره که همیشه در تقویم عمرم جای خاصه رو گرفت می خواهم برایت بگویم. یادداری سنه 5 سپتامبر روز خاصی تو بود که اون روز شب تا سحر در کنار تو فارغ از کل دنیا بودم. واقعاً که سنه فراموش نشونده بود، اما چی کنم که در آخر این راه تو مرا ترک کردی.
азизам, занро бояд ояндаашро бисозӣ, на ин ки аз рӯи гузаштааш ояндаашро сӯзонӣ. як падару модар бояд аз рӯи хости фарзанд амал конанду хонадор, вагарна дар ин дунё хелеҳо хонавайрону хелеҳо бебахт мешаванд. пас ба умеди фардо дӯстат медорам. инро ҳеҷ гоҳ фаромӯш накун.